اولین ویژگی این که بوی دهان شخص روزدار نزد خداوند بوی مشک و عنبره. سبحان الله. هرچی این بوی دهانش بدتر بشه، از زوال آفتاب که آفتاب وسط آسمان به طرف چه؟ زوال به طرف غروب، این معده خالی تر میشه. وقتی معده خالی تر میشه چه؟ ترشحات معده بیشتر میشه. این ترشحات بوست، نتیجه خلو معده از غذاست، از شراب، از نوشیدنی است. اینا میان تو دهان آدم. اینجاست که بعد از نماز عصر به بعد مکروه کسی مسواک بزنه، چون مسواک بزنه این بو رو از بین میبره و این بو نزد خداوند از بوی مشک بالاتره. سبحان الله. ظاهر این بو که بده، انسان باید مسواک بزنه که بوی دهانش خوش باشه، ولی اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. بوی بد دهان روزدار نزد خداوند از بوی مشک و عنبر بالاتره، چون نتیجه یک عبادته و این عبادت نتیجه اطاعت و بندگی از امر خداست. روزه برای الله خیلی مهمه و عزیزه و یک عبادته و سر بین عبد و ربه. پس بویم که از این روزه تولید بشه چه؟ نزد خدا مشکه. اما وصف دوم و تستغفر لهم الملائکه حتی یفطروا. سبحان الله. در این ماه خداوند کل ملائکه ها رو گمارده، مسخر کرده که از صبح که تو نیت روزه آوردید، قبل از اذان صبح که تو نیت روزه آوردید، تا مؤذن نگفته در نماز مغرب الله اکبر، در طول روز این ملائکه ها برای شخص روزدار طلب استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن، از خدا طلب میکنن که خدای عظیم بندگان روزدار از تقصیراتشون بگذر، قلم عفو و بخشش بر اونها بکش، طاعاتشون رو قبول بکن و شامل رحمت و مغفرت خودتشون بده. آیا فرشتگان خدا مقرب هستن یا نیستن؟ عزیز هستن یا نیستن؟ اونها طلب افطار میکنن تا این که این روزدار افطار بکنه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند للصائم فرحتان، برای شخص روزدار دو تا خوشحالی هست. فرحتون عند فطره، یه خوشحالی هنگامی که افطار میکنه. سبحان الله. نیم ساعت قبل، سنت اینه، جزء کمال روزه است که قبل از افطار نیم ساعت، یک ساعت وضو بگیرید، رو به قبله بنشینید، تلاوت بکنید و دعا بکنید. یکی از اوقات اجابت وقت افطاره. دست بلند بکنید، دعا بکنید و سفره افطاری رو بندازن. سنت اینه که انسان اگر رطب هست با رطب، وتر، 1 دونه، 3 دونه، 5 دونه، 7 دونه، 9 دونه، هرچی، با وتر افطار بکنید. و سنت اینه که 1 دونه 1 دونه هم بخورید، نه اینکه 2 تا خرما با هم بخورید. اگر رطب نیست 3 دونه خرما، اگر رطب و خرما نیست 1 لیوان آب، و بهتره که لیوان آب هم چی؟ ولرم باشه، سرد نباشه. چرا خرما و چرا آب؟ چرا خرما و چرا آب؟ و آب ولرم. خرما به خاطری که چه؟ شیرین هست و زود چه؟ جذب بدن میشه. رطب و خرما چون زود جذب بدن میشه. و آب ولرم هم چون از صبح تا غروب معده جمع شده، چیزی داخلش نرفته که گشاد بشه، حالا معده منقبض شده، تو یک دفعه آب تگرگ سرد بخورید، معده درد میگیرید. پس یه آب ولرم در 3 جرعه. اول بسم الله، رطب دستت گرفتی، رو به قبله، نیم ساعت هم دعا کردید، ملائکه از صبح تا غروب تا وقت افطار برای تو داره دعای خیر میکنه. چقدر تو عزیزید که خداوند کل فرشتگانش مسخر کرده که فقط برای روزداران دعا بکنن، تا افطار نکردن.
بعد رطب دستت گرفتی رو به قبله منتظر چه مؤذنید. وقتی گفت الله اکبر، سنتی که بلا فاصله تا گفت الله اکبر بنوشید بخورید. روزه تنها عبادتی است که ریا توش نمیاد. اگر کسی روز رمضان بگه من روزه ام مسلمانی، این ریا توش نیست، چون همه روزه. پس روزه رمضان تنها عبادتی است که ریا توش نیست. گشنگی میکنیم، از درد دل دیگرانیم، اما یک نفر که در ماه مبارک رمضان در سحر دو قطی ملایی میخوره و شب هم مرباها رو با سر از اون مربا رو خورده میره شکمش از صبحکی. برادر کسی که صبحکی است برنامه صبح از خواب خیست آرقش توش بود و روزدار نیست. بسیاری کساست که میگه صبحکی نیست آرقش گنده بوی میتن، به خاطر که زیاد پر خورده و خفتن وقتی که به تراویح میایش آمدن نمیتونه والا سب شکم دیشی چیز کشه. از این خاطر بدن انسان، شکم انسان باید روزدار باشه و وقت روزدار میشه که سهمیه برای فقرا از مال خود بده. بنابراین خلاصی کل از برادرای عزیز، ما باید روزه را در وقتش 24 ساعت روزدار باشیم، روزه بگیریم و شب عبادت بکنیم. یکی دوم است که تمام اعضای بدن ما، دست ما باید روزدار باشه. دست چه قسم روزدار میتونه شدن که هر جایی که دیدی یک ریش سفید، یک کسی به کمک ضرورت داره، فوراً با دست چیز کنی. آخری که پایت باید روزدار باشه که قدمات بیکار که ماندی طرف مسجد بدو، بیکار که ماندی در مسجد نماز بخوان. میفهمی که حتی نفل وقتی که میخوانی در مسجد، وقتی که تو در ماه مبارک رمضان نفل میخوانی، نفل به اندازه فرض ثواب داره. از این خاطر که بیکار ماندی فوراً دویده طرف مسجد بیا، طرف کمک برو، کارهای نیک انجام بده، پایت به طرف خانه خداوند در حرکت بیا. 24 ساعت از اقل باید قرآن با معنای قرآن درباره قرآن تفکر و تدبر بکنی. این هست. آخرین نقطه که من میخوایم خدمتتان عرض بکنم برادرای رشوتخور است. خطاب ما بر رشوتخورای عزیز و گرامی است که شما رشوتخورا، لعنت خدا سر شما نازل شده. هر کسی که بر شما میگه که رشوت والا پیدا و پناه هست، اگر به نام پیدا و پناه بگیری هم لعنت خدا سرت است. به نام پیدا و پناه، اگر به نام شیرینی بگیری هم لعنت خدا سرت نازل است، ملعون هستی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رشوتخور گیرنده و رشوت دهنده را لعنت کرده. از این خاطر تو برادر عزیز رشوتخور لعنت شده، اگر از پیسه رشوت روزه میگیری و روزه افطار میکنی و خرما میخری و افطار میکنی، روزه تو را خداوند قبول نمیکنه. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خداوند ذات پاک است، چیزای مردار را قبول نمیکنه. برادرای اختطافچی که شما اختطاف میکنین، از پیسه اختطاف روزه میگیرین، روزه که تان قبول نیست، توبه کنین سر زمین از پیسه حرام. نه خرما زاره چه و خرمای حرام، خرمای حلال باید باشد. تو کوشش بکن که برادر این انسانهایی که دزدی میکنن، سرقت میکنن، کیسه‌دوری میکنن، از پیسه حرام، از پول حرام با انواع مختلف چال جور میکنن، پیسه حرام است. کسایی که از فایده کابل بانک و عزیزی بانک از اون ساعت خرما میخرن، روزه از خدا قبول نمیکنه. انسان که سود میگیره دشمنی خدا با خدای عزوجل اعلان کرده. بنابراین برادرای عزیز، بیاین که در ماه مبارک رمضان از لباس حرام، از جای حرام، از زمین حرام، از خانه حرام، از خوراک حرام خود دور بسازیم و سر از امروز بگوییم که خدای من که توبه میکنم. ماه مبارک رمضان برادرای عزیز بر کلگی فرصت است. اگر رشوت خوردی بر فرصت است توبه کن، اگر دزدی کردی رشوت است بر توبه بکن، اگر گناهکار هستی توبه بکن و اگر بی‌نماز هستی توبه بکن و دوباره ماه مبارک رمضان ماه آشتی با خدای عزوجل است. به این کسایی که برادرای عزیزی که شما نماز نمیخوانید، به این با خداوند آشتی بکنین. بینمازی که انسان بینماز کت خدا جنگی هست، کت خدا گپ نمیزنه و خدای عزوجل سر از او غضب خدا نازل میکنه. لکن فرصت است در ماه مبارک رمضان. گین یا باغی الشر، ای کسانی که به شر مبتلا هستید پس بگردید. ماه مبارک رمضان ماه آشتی است، آشتی با خدای عزوجل، ماه توبه هست، رجوع به خدای عزوجل. پس بیاین که توبه بکنیم و کسایی که نماز خود بیاین و تو نگویید که من تنها در رمضان نماز میخوانم، بلکه نماز خدا بعد از رمضان همیشه دوام میتونم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.